شما عضو عزیز مسیر ذهنی. همونطور که یادتونه توی فیلم کوتاه قبل در مورد سوالاتی که پیش از طراحی و اجرای یک کمپین بازاریابی اینترنتی باید از خودتون بپرسید صحبت کردیم. و بعد در مورد داستان یک حادثه صحبت کردیم که به ما نشون میداد احساس بخش اصلی تصمیم خرید مشتری رو تشکیل میده. در پایان هم در مورد تکنیکی به نام هدفگیری مجدد در تبلیغات صحبت کردیم که باعث میشد فروشمون افزایش پیدا بکنه. خیلی از افراد بلد نیستن که چطور باید از اینترنت برای بازاریابی استفاده کنن و یا میترسن که اگه هزینه‌ای کنن اون برگشتی که مد نظرشونه رو نداشته باشه. شاید اطلاعات مناسبی هم در مورد بازاریابی و تبلیغات اینترنتی داشته باشن، ولی خیلی براشون واضح و مشخص نیست که دقیقاً باید چه کار کرد و از کجا به کجا رسید. مسیر ذهنی تصمیم گرفت که فیلم آموزشی کاملی رو تهیه بکنه برای کسایی که میخوان به صورت کاربردی و در بازار ایران به شکل سودآور بازاریابی اینترنتی رو انجام بدن و فروششون رو افزایش بدن. بنابراین فیلمی تهیه شد که به صورت ساده و در عین حال کاربردی در قالب یک چارت مشخص راهکارها و تکنیک‌هایی رو متناسب با هر کسب و کاری به شما آموزش بده، چه در زمینه فروش کالا و چه در زمینه فروش خدمات. اگر موافق هستید بیاین یه نگاهی به مطالبی که توی این فیلم گفته شده داشته باشیم تا بهتر بدونیم که این فیلم قراره چه چیزی رو به شما آموزش بده. ابتدا واقعیت‌هایی در دنیای بازاریابی اینترنتی و رفتار و عملکرد مشتری‌های اینترنتی گفته میشه که شاید شما تا حالا نمیدونستید. ولی شناخت این رفتارها به ما کمک میکنه تا بتونیم سیاست‌ها و استراتژی‌های بهتری رو برای هدایت مشتری‌ها طرح‌ریزی کنیم. و بعد مدل قیف در بازاریابی اینترنتی گفته میشه که چطور باید ابتدا مخاطبینتون از وجود شما آگاه بشن و خدماتتون رو بشناسن و در قدم بعد از طریق راهکارها و تکنیک‌هایی که در ادامه توضیح میدیم چطور ایجاد ارتباط کنید با افراد هدف خودتون و بعد کمپین‌هایی رو برای تبدیل اونها به خریدار اجرا کنید. بعد با اونها ارتباطتون رو حفظ بکنید تا بتونید بیشتر بفروشید و در نهایت تبدیلشون کنید به مشتری‌های وفادار. البته در مورد اجرای بازاریابی ویروسی توی این مدل قیف صحبت کردم و یک مثال موفق هم در بازاریابی اینترنتی ویروسی شرح دادم. به شناخت 3 قسمت اصلی مغز و عملکرد هر کدوم از این 3 قسمت میپردازیم که چطور میتونیم با استفاده از دونستن عملکرد ذهن مخاطب پیشنهادات رو جوری طراحی کنیم و بهشون ارائه کنیم که به احتمال خیلی بیشتری قبول بکنن و خرید کنن از ما. در واقع با شناخت نوع عملکرد و روش کارکرد مغز به سادگی میتونیم حتی محصولات بهتری هم طراحی بکنیم که توی این فیلم آموزشی در مورد ساخت محصول غیر قابل مقاومت هم توضیحات کاملی دادم. همچنین دلایل اصلی منصرف شدن خریدارها از خرید کردن در حین پروسه پرداخت بیان شده. چرا که اگه شما پشت صحنه سایت قرار بگیرید، طبق بررسی‌ها و تحقیقاتی که متخصصای بازاریابی انجام دادن، مشخص شده که حدود 68% از افراد بعد از تصمیم خرید در حین روند پرداخت منصرف میشن. این اتفاقیه که توی سایت ما هم رخ میده و سود زیادی از دست میره. شما فرض کنید 68% از افراد که قانع شدن خرید انجام بدن منصرف میشن. علتهای زیادی این رفتار داره که تمامش رو دونه دونه بررسی کردیم و روش‌هایی رو برای رفع این مشکلات توضیح دادیم. توی این فیلم به طور کامل در مورد تکنیک هدفگیری مجدد توضیح داده شده تا افرادی که خریدشون رو رها کردن بتونید دوباره برگردونید به صفحه خریدشون تا خرید رو تکمیل بکنن. در قسمت بعد حداقل به 8 نوع از تبلیغات مؤثر و کم هزینه یا رایگان اشاره کردیم و روش استفاده و زمان و مکان استفاده از هر کدوم رو به صورت کامل بیان کردیم که قطعاً میتونه یه لیست مناسب برای شما باشه تا هر زمانی که خواستید تبلیغاتی رو انجام بدید بدونید چه گزینه‌هایی در اختیار دارید، از چه راهکارهایی میتونید استفاده بکنید و در واقع یک چک لیست مناسب در اختیار دارید. به صفحه فرود یا لندینگ پیج از یه زاویه متفاوت نگاه کردیم و توضیحات مفصلی در مورد اینکه چطور میتونید
از آزمایش AB استفاده بکنید تا بتونید بیشترین بازدهی رو در به دست آوردن اطلاعات کاربرای سایتتون داشته باشید رو توضیح دادیم. در قسمت بعد به رفتارشناسی مصرف کننده پرداختیم و اینکه در حالتهای مختلف مغزی که امواج مختلفی از مغز مثل آلفا و بتا ساطع میشه، چطور با شناخت این حالتهای مغزی متوجه بشیم که فرد چه زمانی به نوشته‌های تبلیغات ما یا نوشته‌های معرفی محصول و خدمات ما توجه میکنه و حتی از چه علامت یا رنگ یا حرکتی استفاده بکنیم تا از یک حالت مغزی فرد به یک حالت مغزی دیگه بره که بیشترین توجه رو به ما داشته باشه و احتمال خرید رو افزایش بده. این نکته رو من اضافه بکنم که ممکنه شما در مورد حالتهای مغزی یا حتی قسمت‌های مختلف مغز و عملکرد و تأثیرش روی رفتار مشتری اطلاعاتی داشته باشید. اگر در این موارد اطلاعاتی ندارید، فکر نکنید چیز عجیب و غریبیه. خیلی ساده بیان شده که چطور میتونیم با شناخت عملکرد مغز به اطلاعاتی دست پیدا بکنیم و محصول یا حتی متن تبلیغاتمون رو جوری طراحی بکنیم که بیشترین تأثیر رو روی اون مخاطب بذاره. و چیز پیچیده اینجا بیان نمیشه. کاملا ساده و کاربردی هست. در قسمت دیگه به صفحه معرفی محصول توجه کردیم و از یه نگاه جدید نکات بسیار ارزشمندی رو در مورد طراحی و نوشتن متن‌های تاثیرگذار و عالی برای این صفحه گفتیم و در واقع با زاویه متفاوتی نسبت به فیلم آموزشی جادوی کسب و کار اینترنتی نگاه شده. نکات ارزشمند دیگه‌ای هم در مورد تکنیک‌ها و سیاست‌های قیمت‌گذاری بیان شده که باعث میشه افزایش سفارش و فروش داشته باشید. به مهارت نوشتن متون تبلیغاتی و اثربخش پرداختیم که در بهترین و معتبرترین شرکت‌های مشاوره تبلیغاتی جهان انجام میشه. یعنی طراحی کاراکتر و نگارش متون بر اساس گروه‌های مشتری خاص شماست که مفصل در مورد شخصیت پردازی و تکنیک‌هایی که باید برای افزایش تاثیرگذاری این متن‌ها استفاده بکنید گفته شده. در مورد SEO یا SEO یا همون بهینه‌سازی موتور جستجو صحبت‌های کاملتر و مفصلتری گفته شده و روش‌هایی رو آموزش دادیم که بتونید سایت خودتون رو در نتایج جستجوی گوگل و یا یاهو بالاتر از رقبای خودتون بیارید و بازدیدکننده‌های زیادی رو به سمت خودتون جذب بکنید. روش‌های ایمیل مارکتینگ هوشمندانه رو توضیح دادیم که شما هم میتونید به سادگی در کارتون استفاده بکنید. حتی اگه خیلی با بازاریابی اینترنتی سر و کار ندارید، میتونید توی کسب و کار خودتون با همین روش‌ها سود خیلی زیادی رو ایجاد بکنید. و مثال موفقی رو در این مورد بررسی می‌کنیم که توی 14 ماه تونست با همین روش 7000% سودش رو افزایش بده. در ادامه 3 تا از بهترین روش‌هایی که میتونید کمپین بازاریابی اینترنتی برای خودتون به صورت اختصاصی طراحی و اجرا کنید رو توضیح میدم. در مورد هر کدوم مفصل توضیح دادم که از کجا تبلیغ هر کمپین رو باید شروع کنید، چطور به مخاطب هدفتون برسید، چطور اعتبار ایجاد بکنید و اطلاعات مشتریتون رو دریافت بکنید و در نهایت چطور بفروشید و افزایش فروش ایجاد بکنید در ادامه. و حتی در مورد متن و چگونگی ارسال ایمیلتون، محتویات ایمیل، راهکارهایی رو ارائه کردیم که کاربردی و موثر هستن و بارها در اینان تست کردیم برای کسب و کارهای مختلف و جواب گرفتیم. در مورد تکنیک‌ها و اصولی که باید رعایت کنید تا ایمیلتون اسپم نشه یا اصطلاحاً وارد هرزنامه نشه هم توضیح دادیم. و در پایان در مورد روش‌هایی که باید اطلاعات و آمارهای کمپین‌هایی که برگزار کردید رو استخراج بکنید مطرح کردیم و اینکه چطور باید آنالیز و مقایسه‌ای انجام بدید تا هر دفعه تواناییتون توی برگزاری کمپین‌های بازاریابی اینترنتی بهتر بشه و بتونید به صورت مستند و قطعی میزان بازدهی و سود حاصل شده رو بررسی و مشخص کنید. الان شما تقریباً عنوان‌های مطالبی که در فیلم آموزشی بازاریابی اینترنتی گفته شده رو میدونید. مثال‌هایی برای هر بخش بیان شده تا شما بهتر درک کنید و به راحتی بتونید در کار خودتون به کار ببرید. تمام تکنیک‌هایی که گفته شده رو من و همکارانم چه در اینترنت و چه در غیر اینترنت در واقعیت بارها و بارها در کسب و کار خودمون و شرکت‌هایی که مشاوره میدیم تست کردیم و نتیجه گرفتیم. بنابراین با رویکرد بازار ایران گفته شده.
این محصول آموزشی هم مثل همه محصولات مسیر ذهنی ضمانت 100% داره. یعنی اگر شما از مطالب گفته شده رضایت نداشتید یا احساس کردید براتون مفید نیست، میتونید به ما اعلام بکنید و ما بدون هیچ سوالی بلافاصله تمام مبلغ پرداختی شما رو بهتون عودت میدیم. اگر میخواین از اینترنت به عنوان یک ابزار بازاریابی استفاده بکنید و سودتون رو افزایش بدید و مشتریهای جدید جذب کنید، این یک محصول کامل و کاربردی هست و پیشنهاد میکنم این محصول رو تهیه بکنید و 2 ساعت از زمانتون رو برای یادگیری و پیشرفت و افزایش درآمدتون اختصاص بدید. و پکیج دیویدی این محصول با پست پیشتاز و رایگان برای شما ارسال میشه و حتی بلافاصله بعد از خرید کردن میتونید با لینک مستقیم به رایگان این محصول رو دانلود بکنید تا حتی لحظه‌ای از وقتتون رو از دست ندید. آرزوی سلامتی، موفقیت و شادی براتون دارم.